معنی رنگین و شیرینم به ترکی بیحد است. فارسی هم لعل و درهای سمین گربینگری. گوییا در رسته بازاری سخن بگشادم، یک طرف دکان قنادی و یک سو زرگری. مؤلف بیت‌های مذکور شاعری زلیسانین، متفکر، ارباب دولت نظام الدین میر الشری نوایی است که در برابر اساسگذاری ادبیات ممتاز ӯزبek بودن با زبان فارسی تاجیکی نیز ایجاد کرده است. زادروزی این نابغه بزرگ ادبیات چون در دیگر مناطق ازبکستان در سمرقند هم به طور وسیع تجلیل گردید. اهل علم و ادب، وکیلان جماعتی، نمایندگان حاکمیت، ماموریت کارخانه و مؤسسات دولتی در پایه پیکره ادیب که در مرکز باغ استراحتی به نام او واقع در مرکز شهر سمرقند قد افراخته است سرجمع آمدند. چاره‌بینی را ژورنالیستی ورزیده، سناتور، سرمحرر اتحادیه ایجادی روزنامه‌های زرافشان و سمرقندسکی وستنیک فرمان تاشف حسن افتتاح بخشیده سخن را به جانشین حاکم ولایت رستم قابل افتاد. ناطق آیدی کارهای برده شده ایستاده دایر به آموزش میراث گرانبهای علامه، اعتبار حکومت آیدی تجلیل این سنه و امثال اینها حرف زد. عالمان ادبیات شناس، شاعران معروف سمرقند درباره آثار گرانبهای نوایی، موقع و اهمیت آن در روزگار معاصر اظهار عقیده نمودند. دانشجو دختران از غزلیات نوایی نمونه ها قرائت کردند. برآمد هنرپیشگان تئاتری به نام حمید عالمجانی ولایتی سمرقند گویا لحظه همه را به سمرقندی آوان زندگی ادیب برگرداند. سمرقند من او فردوس مانند کند، افسانوی شهر نجات قربانه، ولیلر مسکنه پیرلر مکانه. سپس اشتراکچیان به پایه پیکره حضرت میر الشری نوایی گلچند برها گذاشته احترام به جا آوردند. نظام الدین میر الشری نوایی نه فقط اساسگذار ادبیات ازبک بلکه یکی از نابغه های بزرگ ادبیات فارس و تاجیک نیز به حساب می رود. زیرا شاعر با تخلص فانی در پیروی متفکران بزرگ فارس و تاجیک غزل، قصیده، تتبع، رباعی و امثال اینها را آفریده است. درباره آفرینش اثری معروفش خمسه خود نوایی چنین میگوید: فارسی چون گشت در ایشان ادا، ترکی کنم نیست عجب ابتدا. فارس چون شاد شد از آن گوهر، ترک همر شاد شود خوب در. من که در این راه نهادم قدم، هست امیدم چو بگیرم قلم. راهبری کرده نظامی مرا، یار شود خسرو و جامی مرا.